انواع پنجه‌های کربنی. به نام خدا، من اجرایی هستم، دکترای تخصصی ارتز و پروتز. تو این ویدیو می‌خوایم یه توضیحاتی رو در مورد انواع پنجه‌های کربنی که در بازار موجود هست براتون ارائه بدیم. پنجه‌های کربنی رو میتونیم ما به چند دسته تقسیم بندی کنیم. یه تقسیم بندی از لحاظ جنس هست که یا جنسشون از الیاف کربن هست که معمولا رنگشون مشکی میشه، یا اینکه جنسشون از الیاف شیشه است و اصطلاحاً به این پنجه ها میگن پنجه کربنی، ولی جنسش از الیاف شیشه است. تقسیم بندی دیگه پنجه های کربنی میتونه از لحاظ ارتفاع باشه. ما پنجه های کربنی لو پروفایل داریم مثل این پنجه که مشاهده میکنید، و پنجه های کربنی های پروفایل داریم، یعنی ارتفاع پنجه بلندتره. به صورت کلی پنجه‌های کربنی های پروفایل در واقع عملکرد بهتری رو دارن و این کاهش مصرف انرژی رو به صورت بهتری برای فرد انجام میدن، ولی خب در بعضی موارد که طول استام بلند هست و محدودیت فضا ما داریم، مجبوریم که از پنجه‌های کربنی لو پروفایل استفاده کنیم. ممنون که با ما همراه بودید.